سلام سلام سلام، درود بر دوستان عزیزم. خوب هستید؟ سلام سلام سلام. سلام 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 سلام، درود بر همگی. امیدوارم عالی باشید و درجه یک بی‌نظیر و بهترین اتفاقات براتون بیفته. سلام. سلام 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 سلام. سلام سلام سلام. خب بگید ببینم چه خبر. خیلی خوش اومدید به جلسه خودتون. مرسی از اینکه همراه هستید، مرسی از اینکه تشریفتون آوردید. یه دقیقه صبر میکنیم به احترام عزیزانی که شاید لایو براشون دیرتر ارسال شده و ممنونم از شما عزیزانی که حضور دارید و وارد این لایو شدید و قراره که یک چراغ یک گوشه دلتون روشن بشه و ما هم بانی این چراغ در واقع باشیم و بتونیم در کنار هم شاید مسیر رشد رو فراهم بکنیم. بابتی که این مقداری با هم آشنا بشیم، من خودم رو معرفی میکنم و بعد هر کدوم از شما دوستان هم میتونید خودتون رو معرفی بکنید و اسم شهرتون رو میتونید بگید. من عاطفه عباسی هستم، 32 ساله، کاشمر، خراسان رضوی، دومین شهر زیارتی خراسان رضوی و چهارمین شهر زیارتی ایران. حالا شما عزیزان هم من بگین اسم و فامیل و شهرتون رو پشت سر هم بنویسید. درود بر شما. به عجب عزیزان پر انرژی. مرسی 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 که به لایو خودتون اومدید. ممنونم از حضور پر از برکت و پر از مهرتون. سلام سلام سلام، درود بر شما. به فرزانه سوزبان، شهر بابک، یکی از لیدرهای پرتوان، ارزشمند و درجه یک کرمانی ما. به دوست عزیزمونم کاشمری هستن، خانم قاسمی، اصفهان. بله اصفهان زیبا. خانم مریم بابایی از شهریار، درود بر شما. فاطمه جمشیدی، 18 ساله، اصفهان. به خیلی عالی خیلی عالی، خیلی خوش اومدید. کاشمر، استان کرمان، رفسنجان. به کوثر آهنی، شهر اسلام آباد غرب. به درود بر شما. مرسی مرسی مرسی، درود بر همگی. ممنونم از حضورتون. ممنون ممنون ممنون، مرسی. خب بریم که شروع بکنیم. ممنونم از انرژی ارزشمندی که به این جلسه میدین. قطعا این جلسه با حضور تک تک شماها و انرژی های خوبتون میتونه جلسه خوبی باشه. خب خیلی تبریک میگم بهتون بابت اینکه وارد این جلسه شدید و خیلی خوش آمد میگم بهتون. من عاطفه عباسی هستم، 32 ساله. یه روزی دقیقاً همین جایی بودم که الان خیلی از شماها هستین، یه زن خونه‌دار با کلی دغدغه، با هزاران نقش، ولی یه چیزی کم بودید. یه خلایی رو توی وجودم کاملا داشتم. حس می‌کردم زندگی فقط توی گذشت کردنه، که از حق خودم بگذرم برای بچه‌م، حق خودم بگذرم برای همسرم، رسیدگی بکنم به بقیه و همش فکر می‌کردم زندگی یعنی همین، گذشت کردن و مراقبت از بقیه. ولی
کسی از خود من مراقبت نکرد واقعا. دنبال یک راه بودم، نه فقط واسه درآمد، بلکه واسه برگشتن به خودم و پیدا کردن اون خلأ وجودی. من با یک لیوان دمنوش وارد این مسیر جذاب شدم، ولی اون دمنوش فقط یک نوشیدنی نبود، فقط اینکه یه لیوان دمنوش بخورم که بخوام فقط حالم بهتر باشه واقعا نبود. یه نقطه شروع بود برای تغییر همه چی. عزت نفسم، درآمدم، باور به خودم، همه چیز تغییر کرد و الان خیلی خوشحالم که در خدمت شما و تو این 8 سالی که شروع به کار کردم به هزاران خانوم کمک کردم که تونستن بیزینس خودشون رو استارت بزنن، تونستن خلأ وجودی خودشون رو پیدا بکنن. به خیلی از آقایون کمک کردیم که در کنار شغل اصلیشون اینجا رو به عنوان یک شغل پاره وقت داشته باشن. به خیلی از زن و شوهرها کمک کردیم که در کنار هم بتونن یه درآمد اضافی رو وارد زندگیشون بکنن و خدا رو شکر هزار داستان‌های متفاوت از موفقیت عزیزان دل داریم که تو این مسیر همراهمون بودن و با ما شروع کردن. مسیری که توش قرار نیست فقط بفروشیم، قرار زندگی هامون رو پس بگیریم، قرار نیست فقط یک کار روتینواری رو انجام بدیم، قرار زندگی هامون رو جلا بدیم. میدونید من هیچ وقت صرفاً دنبال فقط یک کار نبودم، دنبالی نبودم که فقط یه چیزی بفروشم یا فقط مشغول باشم صبح تا شب، فقط حالت یک سرگرمی برای من داشته باشه. من اومدم سراغ این مسیر چون میخواستم برای پسرم یک الگوی قوی باشم، یعنی مادر بودن رو پذیرفته بودم در جایگاه الگو بودن. همیشه خودم میگفتم بچه‌ها میبینن، بچه‌ها یاد میگیرن و بچه‌ها انجام میدن. بچه‌ها هیچ وقت حرف گوش نمیکنن، بچه‌ها کاملا میبینن و من دوست داشتم اون نفری باشم که وقتی بچه‌م میبینه لذت ببره، وقتی بچه‌م میبینه حالش خوب بشه، وقتی بچه‌م میبینه بگه به به عجب مادری، به به چقدر تلاش میکنه و لذت ببره از این. پس من اومدم اینجا که بتونم یک الگوی خوبی باشم. نمیخواستم وقتی بزرگ شد فقط من رو به عنوان کسی ببینه که همیشه تو آشپزخونه است و فقط داره کارهای خونه رو میکنه. یعنی دوست داشتم یه چیز فراتر از این رو از من مادرش بگیره. خواستم ببینه مامانش یه زنیه که استقلال مالی داره، روی پای خودش ایستاده و مسیرش رو خودش میسازه. من با یک فنجون دمنوش وارد این مسیر شدم ولی راستش فکر نمی‌کردم یه روزی همون فنجون ساده بشه نماد یک مسیر بزرگ. ولی خب خدا رو شکر این اتفاق افتاد. مسیری که هم زندگی خودم رو عوض کرد، هم حال دلم رو عوض کرد و هم حساب بانکیمو پر کرد. قطعاً یکی از مهمترین دلایلی که شما عزیزان اینجا هستین بحث پول، درآمد و اینکه چیکار بکنیم بتونیم درآمد داشته باشیم که قرار در موردش صحبت بکنیم. الان که دارم باهاتون حرف میزنم با اطمینان میتونم بگم این مسیر برای من فقط یک کار نبود، یک بیداری بود و حالا دلم میخواد شما هم صدای بیداری رو بشنوید و با ما همراه بشید. یک فنجان سلامتی نقطه شروع یک زندگی تازه. ولی قبلش بیایید آمار رو با هم دیگه بررسی بکنیم. آمار میگه طبق مرکز آمار ایران حدود 18 میلیون زن خانه‌دار وجود داره. از این تعداد 75%شون هیچ درآمد مستقلی ندارن. نزدیک به 60%شون دچار افت عزت نفس شدیدی شدن. عزت نفس یعنی من خودم رو قبول ندارم، من خودم رو باور ندارم، همسرم از من سرتره، حیف بچه‌هام برای من، حیف این زندگی برای من ارزه ندارم، من نمیتونم، من خجالتیم، من فلانم، من از پس این بر نمیام، من از پس اون بر نمیام و همش منتظرن همسرشون تاییدشون کنه، خانواده‌شون تاییدشون کنه، بچه‌ش تاییدش بکنه و متاسفانه 60% از بانوان ما دچار عزت نفس، دچار اون ضعف عزت نفس و نبود عزت نفس هستن و بدتر این که 80%شون اصلا نمیدونن چطور باید زندگیشون رو تغییر بدن و چطور حالشون رو بهتر بکنن. اما فقط بحث پول نیست، بحث اینه که ما زنها خودمون رو فراموش کردیم. تا حالا شده آخر ماه برسی و حساب کنی ببینی پول دیگه تموم شده، کارت دیگه نداره، موجودی نداری، اما قسطات مونده، یه سری چیزا بچت میخواد، یه سری اقدامات هم تو باید انجام میدادی ولی هیچ پولی نیست و استرس، قسط، خرج همه صف کشیدن برات. ببین طبق گزارش مرکز آمار ایران بیش از 27% زنان خانه‌دار تحصیل کردن، یعنی لیسانس و فوق لیسانس دارن و الان توی خونه بیکارن و مطابق با رشته تحصیلیشون شغلی نیست، شغل پیدا نکردن و حتی اگر شغلی هم پیدا کردن اینقدر درآمدش کم بوده که اصلا
صرف اقتصادی نداشته که عزیزان بخوان و برن و بیان. پس دنبال کار هستن ولی فرصتی براشون پیدا نمیشه. تورم رسمی بالای 40% اعلام شده، ولی ما داریم قیمت لبنیات رو میبینیم، قیمت خاروبار رو میبینیم، قیمت اون اجاره خونه رو داریم میبینیم و میبینیم اینا خیلی بیشتر از 40% رفته بالا. واقعا 40% نیست، خیلی بیشتر از 40% تورم داره اتفاق میفته. و داریم میبینیم که خط فقر اعلام میشه 36,200,000 تومان و چیزی که فاجعه است این که 60 میلیون ایرانی زیر خط فقرن. یعنی طبق آماری که اتفاق افتاده 60% در واقع 60% ایرانی زیر خط فقرن و این میتونه فاجعه باشه. و همیشه چیزی که در اطراف ما دیدیم میگن خب برو سر کار دیگه، خب چرا نمیری، چرا خود شما خانم کار نمیکنید؟ ولی واقعیت میدونید چیه؟ من خانم وقتی میخوام برم کار بکنم همش تو ذهنم اینه کی بچه‌مو نگه داره، کی به خونه برسه. یا آقا اگر بخواد شغل اضافه تر داشته باشه میگه خب اگه من میخوام وقتم رو این پروژه ها بذارم پس که قرار اجاره خونم رو بده، که قرار فلان کار رو انجام بده. ما زنها همیشه دو دل بودیم بین مادری و استقلال مالی. یعنی همیشه فکر میکنیم این دوتا مقابل همه. من فکر میکنم اگر امروز 2 ساعت 3 ساعت کمتر به بچم رسیدگی بکنم، بعد بیام شروع بکنم که یک استقلال مالی داشته باشم، یک کاری برای خودم دست و پا بکنم که دستم تو جیب خودم باشه، فکر میکنم دارم در حق بچم، در حق همسرم، در حق زندگیم دارم خیانت میکنم. در صورتی که این دوتا مقابل هم نیست، این دوتا مکمل همه. این چیزیه که ما میخوایم بهش بگیم اصل مطلب دقیقاً همینه که ما میخوام این دوتا کنار هم باشه. میخوام توی مادر، توی همسر، توی زن، توی خانوم، توی آقا اینو بدونی اگر داری در این فضا میخوای کار بکنی و میخوای به استقلال مالی برسی، این استقلال مالی دقیقاً هم راستاست با وظیفه مادری، با وظیفه همسری و هیچ کدومش نیست. ما میخوایم یه کاری بکنیم که شما هر دوتاشو داشته باشید و لذت ببرید از بحث درآمدزایی اینا. بچه‌ها من 8 سال توی فضا دارم کار میکنم، با بیش از حداقل 200,000 تا خانوم صحبت کردم و اومدن و رفتن و باورتون نمیشه 60-70% خانوم ها شروع به کار نکردن یا رفتن چون دقیقاً فکر میکردن بحث استقلال مالی و اینکه کار بکنن و دستشون تو جیب خودشون باشه مقابله با وظیفه همسرداری و مادری. گفتم من ترجیح میدم برای بچه‌م وقت بذارم، من نمیخوام در حق بچه‌م خیانت کنم. در صورتی که نمیدونست اگر یه مادر شروع به کار بکنه بچه یاد میگیره، یه مادر تلاش بکنه بچه یاد میگیره، یه مادر وقتی دستش تو جیب خودش هست بچه یاد میگیره و این چیزی که ما اینجا کاملا دیدیم. پس ما هر روز داریم برای بقیه زندگی میکنیم ولی هیچ کس نمیپرسه تو چی میخوای از زندگی. هر روز تو آینه زن خسته رو میبینیم که دیگه خودش یادش رفته. ما تبدیل شدیم به خدمتکار زندگی بقیه نه به اونوی زندگی خودمون. حالا من میخوام یه زاویه جدید بهتون نشون بدم از این لحظه به بعد. اینکه تصور کن تو آشپزخونه‌ای داری یه لیوان دمنوش میخوری، بعد ازش عکس میگیری، استوری میکنی و بعد مینویسی که من با این لیوان دمنوش این دمنوش رو استفاده کردم، صورتم بهتر شده، لاغرتر شدم مثال، یا اشتهام کمتر شده، یا مشکل گوارشیم بهتر شده. و اگر دوست داری میتونم بهت بگم چطوری. همین یه جمله میتونه آغاز درآمد تو باشه، آغاز عزت نفس دوباره، آغاز این که دوباره خودتو کشف کردی. ما الان وارد یک دوران جدید شدیم، دورانی که پول فقط توی کارمندی و اداره و اینها نیست، که پول اونجاست که ارتباط ساخته میشه و دقیقاً خانوم ها استاد و قهرمان این دورانه. چرا؟ چون خانوم ها استاد ارتباط برقرار کردن. چرا بلاگرهای خانوم از آقایون بیشتر رشد کردن، تعدادشون بیشتر شده و بیشتر هم زندگیاشون رو ساختن؟ چون خانوما بیشتر ارتباط میگیرن با فالووراشون، بابت همین پیجاشون بیشتر وایرال میشه و بیشتر همه میپسندن و دوست دارن. خانوم ها استاد ارتباط برقرار کردنن
و دقیقاً اینجا شما میتونید از ارتباط برقرار کردن با بقیه به درآمد برسید. از اینکه یه استوری میذاری درآمد داشته باشی، از اینکه در پلتفرم‌های مختلف شروع می‌کنی به فعالیت درآمد داشته باشی و این درآمد میتونه زندگی تو رو بسازه و اتفاقات عالی رو میتونه بندازه. ما یه برند سبک زندگی سالم هستیم، یعنی این سبک زندگی سالم رو ما از طریق پلتفرم‌ها با بقیه به اشتراک میذاریم، با محصولات واقعی که داریم، مثل دمنوش‌های ارگانیکی داریم، مثل روغن‌ها، مثل سوپرفودها، و با اینهایی که داریم میایم و سبک زندگی رو با بقیه به اشتراک میذاریم و یک سیستم همکاری بزرگی رو میتونیم داشته باشیم که به خصوص خانوم‌ها استادشن. هم خانوم‌ها مشتری میشن، هم معرفی کننده میشن و بقیه معرفی میکنن، هم در نهایت نماینده قسمت درآمدزایی میشن. آموزش داریم، حمایت تیمی داریم و در نهایت رشد واقعی داریم. بذار یه داستان واقعی بهتون بگم. یکی از عزیزان که توی یکی از همین فراخوان‌هایی که شما از آن شرکت کرده بودن، لیلای عزیز 37 ساله، یک زن خانه‌دار که هیچ تجربه کاری نداشتن، یه گوشی ساده با یک اعتماد به نفس کم، با یه پیام اومد داخل تیم، داخل یکی از همین جلسات و وقتی صحبت می‌کردیم خب اولش شک داشت و میگم مگه میشه اصلا منم بتونم پول در بیارم، مگه میشه اصلا از این فضا کسب درآمد کرد، میشه اصلا مگه موفق شد، مگه اصلا کسی از من خرید میکنه، مگه کسی اصلا من اعتماد میکنه، مگه من بلدم اصلا. ولی آموزش دید، استوری گذاشت، در فضاهای مجازی فعالیت کرد، داخل جلسات ما شرکت کرد، بهش یاد دادیم و در نهایت تونست ماه اول فقط 100,000 تومان بفروشه، یعنی 100,000 تومان تونست به درآمد برسه. ولی وقتی یکم همراه شد با ما اومد جلو، در ماه سوم تیم کوچیک خودش رو هم ایجاد کرد و این مقداری علم و اطلاعاتش هم برد بالا و الان ماهی بین 5 تا 7 میلیون بعد از 5 ماه درآمد داره. ولی مهمتر از پول، چیزی که من از خودش همیشه شنیدم و دیدم، این که میگه اولین باره که در این سالها برای خودم چیزی خریدم. نگفتم اول برای بچم بخر، خودم با پولسانت خودم اون چیزی که دوست داشتم رو برای خودم خریدم و در کنار برای خانواده‌ام خریدم، ولی برای خودم هم یه قدمی برداشتم و خودم رو دوست داشتم. بدونید لیلا مثل من بود، مثل تو بود، ولی فرقش این بود که یه تصمیم گرفت. حالا نوبت توئه که تصمیم بگیری آیا میخوای وارد یک فضایی بشی که بتونی از طریق فضای آنلاین کسب و کار خودت رو استارت بزنی و بتونی به درآمد برسی. این ایونت ممکنه یک رویداد ساده برات باشه، اومدی سری حرفا رو شنیدی بری، ولی میتونه یک سرآغاز باشه. یه سرآغاز برای اینکه تو شروع بکنی، برای اینکه وارد این مسیر بشی که هم سالمه، هم درآمد داره، هم به اطلاعات میده، هم رشد فردی برات ایجاد میکنه. تو این مسیر تو تنها نیستی، من و تیمم کنارتیم، ما کمکت میکنیم که تو از صفر بیای بالا. و قدم اول خب خیلی ساده است، یعنی اگر یک چراغ گوشه دلت روشن شد یا گفتی خب شاید منم بتونم از فضاهای آنلاین و از این گوشی بتونم کسب درآمد بکنم، اگر یه همچین فضایی، یه همچین چراغ گوشه دلت روشن شد که خب حالا ببینم چیه، من دعوتت میکنم به این که در جلسه فردای ما شرکت بکنیم. جلسه فردا ساعت 10 صبح یه جلسه‌ایه که کاملا ما بهت میگیم تو باید چی کار بکنی و در این جلسه تو با بانوان و عزیزانی که در این فضا موفق شدن آشنا میشی و ما اونجا پرونده های بیشتری میتونیم بهت نشون بدیم و بهت دقیقاً بگیم تو باید چی کار بکنی، به چه میزان پورسانت میرسی، چه کارهایی رو برای موفقیت باید انجام بدی، همه چیزو بهت میگیم. ولی باید این نرم افزار گوگل میت رسم بکنی و به کسی که بعد این جلسه با تماس میگیره و تو رو این لایو دعوت کرده بگی که اوکی من میخوام فردا ساعت 10 شرکت بکنم و بیشتر آشنا بشم، ببینم دقیقاً چیه. تو به خیلی از سوالات تو این جلسه میرسی و داد نرکی فقط درباره دمنوش و یه سبک زندگی سالم و یک کسب و کار آنلاین نیست، چیز فراتره. این درباره دوباره پیدا کردن خودته. ما به خیلی از خانم‌ها کمک کردیم خودشون رو پیدا بکنن و به درآمد برسن.
درباره یه زن بودنه، درباره اینکه من میتونم عاشق خودم باشم، در مورد قوی بودنه. و اگه تو نخوای اینو شروع بکنی پس کی قراره شروع بکنه؟ پس من ازت میخوام که بیای با هم یه فنجون سلامتی بخوریم، نه فقط برای جسم، برای روحمون، برای جیبمون و برای زن درونمون شروع کنیم همین امروز، همین الان. حالا اگه تو هم جز اون دسته افرادی که با خودت گفتی که خب منم میخوام مسیرمو عوض کنم، منم میخوام برای بچه‌م یه الگویی باشم، منم میخوام برای خودم یه تکیه‌گاهی باشم، میخوام خانواده‌ام رو به من تکیه بکنن، بذار این فرصت رو بهت معرفی بکنم. ما با شرکتی همکاری میکنیم که بین‌المللی هستش، صادرات و واردات رو داره، متنوع ترین سبد محصولات سلامتی و پذیرایی و نوشیدنی‌های گرم رو در خاورمیانه داره. شرکتی هستش که از سال 91 داره فعالیت میکنه، همه مجوزهای بهداشتی، سلامتی و بقیه مجوزات رو کاملا گرفته و دریافت کرده و کمک کرده به ما، فضایی رو فراهم کرده، سرمایه زیادی رو این وسط گذاشته و من و تو به عنوان نمایندش میپذیره، آموزش میده و بهمون کمک میکنه که در مسیر زندگی هم سبک زندگی سالم رو یاد بگیریم، هم یاد بگیریم از فضاهای مجازی استفاده بکنیم، هم یاد بگیریم به بقیه کمک بکنیم که زندگی بهتری داشته باشن، هم پول در بیاریم، هم روحمون سالم تر باشه و هم بدن سالم تری داشته باشیم. قطعا دوستان خودتون میدونید ارزش سلامتی با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست، یعنی سلامتی در اولویت همیشه. پس قطعا من دعوتتون میکنم که به جلسه فردا ساعت 10 بیاین که هم بیشتر یاد بگیرید، هم بیشتر ما رو بشناسید، بیشتر با جزئیات کار آشنا بشید و زمانی که آشنا بشید میتونید این فکر بکنید که خب من اینجا میتونم هم بدن سالم‌تری داشته باشم، هم جیب پرپول‌تری داشته باشم و دقیقاً میتونم این فضا رو هم برای خانواده‌ام ایجاد بکنم. شما خدایی نکرده اگر بچه‌ت یه سردرد بگیره تو تب می‌کنی، خب ولی خیلی وقتا نمیدونیم باید چی کار بکنیم، هول میشیم. تو در این فضا دقیقاً اینا رو یاد میگیری که خیلی از اتفاقات خونه‌ت رو خودت میتونی مدیریت بکنی و میتونی یک سبک زندگی سالم برای خودت و خانواده‌ات داشته باشی. من واقعا دوستان چیزی که باعث شد عاشق این مسیر باشم و 8 سال تو این مسیر هستم و دارم به بقیه هم میگم، این فقط بحث محصولاتش نبود، بحث اینه که سیستمی بود که اجازه میداد هر کسی بتونه از خونه بدون سرمایه زیاد و با گوشی بتونه کسب و کار خودش رو راه اندازی بکنه و با ما شروع به همکاری بکنه. ما به افراد علاقه‌مند به فضای کسب و کارهای آنلاین و سبک زندگی سالم و رشد فردی کمک میکنیم، آموزش میدیم، حمایت میکنیم و کمکشون میکنیم که رشد رو تجربه کنن و اولین درآمدشون رو اینجا داشته باشن. از فروش مستقیم گرفته تا بحث ساخت تیم، تا بحث دیجیتال مارکتینگ، تا بحث نمیدونم فضاهای کسب و کارهای آنلاین، همه رو مرحله به مرحله بهتون آموزش میدیم. اگر فکر میکنی که تو هم میتونی تو این مسیر بدرخشی یا حداقل دلت میخواد بیشتر بدونی، کافیه که به کسی که تو رو داخل این جلسه دعوت کرده و باهات تماس میگیره بگی اوکی من میخوام الان 1-2 تا جلسه بیام ببینم دقیقاً داری چیکار میکنی و دقیقاً چی میگید. و واقعیت این دوستان که این کار سرمایه زیادی نمیخواد، همه چی مرحله به مرحله آموزش میدیم ما بهتون و یه سیستم حمایتگر داریم و بهتون کمک میکنیم که بدون مهارت خاصی، بدون مدرک دانشگاهی، فارغ از سن، سال و همه چیز بتونید در این فضا به کسب درآمد برسیم و بیزینس آنلاین و خونگی خودتون رو استارت بزنید. میخوام بهتون یاد بدیم هم کنار بچه‌هاتون باشید، هم کنار همسر، هم به این وظایف عمل بکنید، همین که دستتون تو جیب خودتون باشه و یه تکیه‌گاه برای همسر و بچه‌تون باشه. برای آقایون عزیزم این خبر خوب رو بدم که ما فضایی رو برای آقایون هم فراهم کردیم که بتونن در این فضا رشد بکنن. یه سری از عزیزان هستن که زن و شوهری فعالیت میکنن، یه سری از عزیزان هستن که خودشون تنهایی، یه سری ها از آقایون هستن که کار میکنن و این فضا فضایی که همه کس همه جوره با همه جور سلیقه‌ای میتونه تو این فضا رشد بکنه و به نتیجه برسه. من مشتاق اینم که فردا شما عزیزان پر انرژی درجه 1 و فوق‌العاده رو ساعت 10 ببینم. ساعت 10 یه جلسه پربار و پر انرژیه که قطعاً بودنتون به ما انگیزه میده و قطعاً امیدواریم این انگیزه رو شما هم بگیرید و این انرژی رو بگیرید. ما میخوایم در هر خانواده یک نماینده و یک مشاور سبک زندگی سالم داشته باشیم که هم پول خوب در میاره، هم به آرامش و سلامت خانواده‌اش کمک میکنه. امیدوارم تو این مسیر قشنگ همراه ما باشید و بودنتون برای من عاطفه عباسی
افتخاره. مرسی که حضور داشتید. از هر جای ایران عزیز که هستید قدمتون سر چشمه. مرسی که حضور داشتید، مرسی که بودید و به جلسه خودتون گوش دادید. امیدوارم که یه چراغ این گوشه دلت روشن شده باشه و فردا ساعت 10 ببینمت. ممنونم از همراهیت. یا حق. خدا نگهدار. مرسی مرسی عزیزان دل. فردا ساعت 10 صبح میبینمتون و قراره خیلی از سوالات شما جواب بدیم و دقیقاً جزئیات رو با هم دیگه بررسی بکنیم. مرسی 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 از حضورتون و انرژیتون. درود بر شما. مرسی 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 مرسی. همگی رو به خدا میسپارم. ممنونم از حضورتون. مرسی مرسی مرسی.